سوال دیگری که در اینجا آمده است، از مادرها و خواهرها خیلی خواهش کردند که در زمان همون حج وقتی که به بیماری ماهانه مبتلا می شود، یعنی بگیم یعنی بیماری حیض میگن، خون دیدن، آیا ما در همین حالت مقصد چی کار کنیم؟ در این بابت مادرها و خواهرای عزیز، حقیقتا در مذهب امام ابو حنیفه برای آدم در حالت حیض بودن حق داخل شدن این مسجد نداره یا حق طواف کردن در خانه کعبه را از نظر مذهب امام ابو حنیفه ما نداریم. ولی مادامی که در او مکانی که شما رفتین، اگر شما مقصد همون عادت تونه نگاه کنین که بعضی زنها سه و ما میدونیم که کمترینی مثال همون ماهانه 3 روزه، زیاد بلندش 10 روزه. برای بعضی زنهای هست شاید هم 10 روز بینن، شاید 7 روز بینن. اما مهلتی که شما در اوجه هستین مهلت هم کمه. شما مثال اگر بیستین تا همون بگیم که خشک شیدن و قاق شدن همون خون، شاید که دیگر وقتان تمام شود، دیگر شما نه امکانیتی حج کردن نداری. و از همین لحاظ در این باب الله رحمت کنه صاحب محمود الفتاوا را مفتی خدای نظر در کتابش از بگیم افتای مصر، دارالمصر، انا 4 چیزی را در همینجا برای ما و شما آگاه کردن که در همین حالت باید زنها چیکار کنن. میگه یکم همین که اکو اینجا دا فقط حاضر ای مذهب امام احمد، مذهب امام شافعی، مذهب امام مالک من برای شما مقصد دلیل ها و حجت ها را میارم و با همین مقصد ماها را گفتن پیروی از همین باید ما کنیم. همین جمع به خاطر که یعنی دیگر وقت ها ما کمه، یعنی امکانیت که نیست، از روی ضرورت دیگر باید که این چیزایی که در اینجا فرمودن ما باید انجام بدیم. پیش از اونی که من گویم اگر نفرهایی که امکانیت مالیشان خوب باشه، یعنی پول دارن، اینا میتونن که در همون حالتی مثال بگیم همون حیض بودنشون بروند مسجد بدروین طواف کنن، ولی در همینجا جنایت حساب جنایت که میشود باید جنایت یک گاو یا یک شتر مقصد در آنجا باید شما ذبح کنید. اگر امکانیت مالی و پولیتون باشد شما میتونید که امیره مثال با همین طرز انجام بدید. ولی وقتی که این امکانیت ندارین، میگه همون 4 چیزی را که یادآور شدن، میگه یکم همین که یک نفری را از جانب خودت ببین نماینده روان میکنی، از تن تو طواف میکنن. من باز میگم اینها از دایره مذهب خودمان ابو حنیفه نیست. در مذهب امام ابو حنیفه یعنی نیابتا یک از ایتن یک کس رفته طواف کنند اجازت نمیده. ولی باز میگم که از حساب ضرورتی که در اونجا پیدا شده و این خاطر مادرای ما میتونن یک نفر روان کنن، یا اینکه در اونجا میتونن که میگد انا در همون حالتایی که گاه مقصد همون خون میبرایه و گاه در حالتایی که نمیبرایه، در همین حالتا میتوند که رفته مقصد همون طواف کنند. یعنی حالتی که همون خون قطع میشوه همون حالت نمیدونه که برای طواف بکنن. سیو میگد حالت شمیه که دارو استعمال کنن، دارویی که دیگر پیشگیری از همون ریختن خون کند، اینش هم اجازته. و 4 اجازتی که هست میگه در این حالت میگه پارچه لطه را مستحکم میبنده و رفته مقصد طواف میکنه. همین 4 راه برای مثال زنهایی که یکی در همونجا به همین بیماری مبتلا شوند، این راه های مقصد خلاصیش همین هست. انشاءالله گمان میکنم که فهمیدین که باید در همون حالت شما چیکار انجام بدید.
انسانهایی که در آب غرق میشوند یا میسوزند بعد از دنیا میگذرند، یعنی آدمهایی که قبر ندارند در قیامت چگونه حشر میشوند؟ بله، یعنی یک نفری در دریا غرق شد و رفت، یا یک نفری که مثال در یک امارت سوخت و خاکستر شد، نابود شد، یعنی اینها مقصد داخل قبر نشدند. برادرای عزیز و گرامی، الله مهربان همون یک در حدیث امام بخاری میآید، میگه یک نفر فرزنداش وصیت کرد که بچم وقتی که من از دنیا میگذرم مرا کفن نکنین، مرا در زیرم هیزم مانین، بسوزانین و همین خاکستر ما گرفته برده در بیابان همین خیلی پرتوی. این مرد برادرای عزیز از روی گفتهاش یک آدم بی علم بوده است، لیکن برای چی همین مصلحت بچه‌اش داد؟ به خاطری که از الله ترسید. گفت یعنی خدای مهربان اگر مرا راست کنه و بپرسد، من در پیش الله مهربان مقصد در جواب اگر عاجز بیایم، خدای مهربان به من چی میکرده باشد؟ همین مصلحت فرزنداش داد. او فکر نکرد که خدای مهربان تو نبودی پیدات کرد، حالا که از همون خاکستری تیاری تو بدگی، تو را بار دیگر با الله مهربان مقصد می سازد. از اینش آگاهی نداشت. وقتی که برد در بیابان میگه فرزنداش پرتافتنش، بعدا الله مهربان میگه جمعش کرد. ولی در قرآن آیه داریم ایحسب الانسان ان نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. این الله مهربان در سوره از قرآن، سوره قیامت میگه آیا گمان میکنید این که الله مهربان شما را جمع کرده نمیتواند؟ حتی خداوند گفت من سرهای انگشتاتونم، یعنی همون انگشتی که در دنیا داشتی، همون سر انگشت خودت حتی جمع میکنم. یکی از بزرگی قرآن است برادر است که الله مهربان سر انگشت مثال آورد که آدم پیران سال هم که شود، یعنی ببین سر انگشتش تغییر نمی‌یابد. در دنیا چشم‌ها یک خیلی بسیاره، بینی‌ها یک خیلی بسیاره، گوش‌ها یک خیلی بسیاره، ولی سر انگشت یک خیلی نیست. برای همین الله گفت که من اینقدر قدرت دارم که حتی سر انگشت جمع میکنم. پس وقتی که الله این مرد میگه بار دیگر جمعش کرده بود، برای چی این خیل وصیتی نادرست دادی؟ چرا تو مقصد این مشکلات بر بالای خود آوردی؟ گفت پروردگار تو میدونی که من این از روی ترس کردم، من از ذات تو ترسیدم که ما با تو چخیل ملاقات میکنیم. میگه الله مهربان به خاطر اونه که حقیقت همین انسان، یعنی همین وصیتش به خاطر ترس من بود، الله او را چکار کرد؟ بخشیدش. لیکن اینهایی که قبر ندیدنن برادرای عزیز، الله مهربان اینها را هم میپرسد. یعنی نفری که سوخت، نفری که غرق شد، اینها شهید شدن یا درجه شهادت بردن. برای اینا دیگه خانه قبر ضرورت ندارد. برای اینا الله مهربان مقامهای خیلی بلند و نازنین دارد که اینها را در اونجا برده باز الله مهربان جایشون میکنه. برای همین غرق شدن و سوختن و جنازه را ندیدن برای اینها یگان مقصد مشکلاتی را ایجاد نمیکنه. اینها برعکس درجه و برعکس اینها مقصد یک مقام میبرن. استاد، یک شخصی شناسمان را هر بار به خواب میبینم، همان روز یگان ناخوبی به من رخ میدهد. سببش در چی باشد؟ اگه الله دانای برادر عزیز، من تعبیر خواب نمیکنم. برای میره شما یک نفری که تعبیر خواب میکنه، شما را از او کس بپرسید. بابا جان میگوین که
به درگاه محبت ناز و شوخی بر نمی دارد. این چی معنا دارد؟ یعنی سخن عبدالقادر بیدل است که حضرت عبدالقادر بیدل میگد که یعنی نزد الله مهربان معنای مصر همین است که نزد الله مهربان ناز و شوخی را نمیبردارد. اینجا نادرست گفته است، اونجا ادبگاه محبت ناز و شوخی بر نمیدارد. همین یعنی هیچ وقت پیش الله مهربان ناز کردن، شوخی کردن، برادر عزیز، این چیزها برداشتی نزد الله را ندارد. استاد عزیز، میخواهم دانم که کدام عمل انسان را به عذاب و به پرسش راست به جنت میبرد؟ برادر عزیز و گرامی، انشاءالله همین ایمانی که شما دارین کو، همین که میگین الله یکتاست، پیغمبر رسول برحق است و هر چیزی را که الله گفت نکن نکردی، هر چیزی را گفت بکن کردی، همین عمل را جنت میبرد، همین اعتقاد را جنت میبرد. این خیلی نمیشود گفته که بچه میفق فلان عمل بکن تو راست دیگر جنت میره. برای هر چیزی را که الله گفت نکن نکردی، هر چیزی را که گفت بکن کردی، عوضش جنته. استاد، همسایه‌ای که در حقت بدی میکند، حسد میکند و در وقت بیماریت به حالت میخندد، او را در قیامت چی انتظار است؟ اکو برادر عزیز، حقیقتا حق همسایه خیلی بلنده. حتی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میگو مازال جبرائیل بین یوسینی بالجار حتی ظننت انه سیورثو. دویم جبرائیل می آمد مرا در باب همسایه‌داری بسیار وصیت میکرد، تاکید میکرد. گمان میکردم که همین همسایه از همسایه میراث میبرد. برای این میلش کسی چیزی کرد، برادر عزیز، میگد راه بد برو که بد افتی، چاه در راه مکن که خود افتی. بدی میکنه، بدی میبینه، به حالت میخنده، به حالش میخنده. ببین مسخرت میکنن، به حالش نفرهای را الله میاره که با مسخرش میکنن. برای می الجزا من جنس العمل، با چیزی که مثال ضرر رسانیدی با همون شکل به تو ضرر میآید.